سلام دوستان، امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. امروز تو این ویدیو میخوام چند تا از پرتکرارترین و مهمترین سوالاتی که در مورد این بیزنس میشه رو برای شما توضیح بدم. اگه تمایل داشتید وارد این بیزنس بشید، بتونید راحت‌تر تصمیم بگیرید. ببینید، این بیزنس آنلاین یک پلتفرم ثبت شده برنده هست که حق کپی رایتش محفوظه و دولت تا هر کشوری به لحاظ کارآفرینی آنلاین و مدرنی که این سیستم داره و تکسی که پرداخت میکنن افراد، این بیزنس رو کاملا میشناسن و مدل بیزنس به شکلی هست که با فعالیت افراد و ساپورتینگ بیزنس مادر هم کمپانی مادر رو رشد میکنه، هم افرادی که درش فعالیت دارن. ترجیحاً تاریخچه این سیستم رو میخوام یه اشاره داشته باشم. ببینید، از یه طرف یک کمپانی مادر ژاپنی است با بیش از 50 سال تولید محصولات مدیکال گرید که محصولاتش هم مصرفی خوراکی هست، هم دستگاه‌های تکنولوژی محور برای سلامتی افراد ساخته میشه. از کوالیتی بالایی برخوردار است، گران قیمت هستند، در 27 کشور تولید دارند و فعالند و بیش از 40 نمایندگی در سراسر دنیا محصولات این کمپانی دارن عرضه میکنن به صورت فیزیکی و تمام محصولاتشون سرتیفیکیت بین المللی داره، از مدیکال، نچرال، جنرال و محیط زیست، و تمام موارد تولیداتش رو شما در دوره ترایال این بیزنس میبینید و میتونید انتخاب بکنید. اما من یه اشاره به یکی از اون موارد بکنم. این برق و سیستم وایفای و تلفنی که داریم در منازلمون استفاده میکنیم، هممون شنیدیم که امواج ممکنه که آسیب برسونه به خیلی از افراد و یکی از دستگاه‌های این کمپانی که به صورت تکنولوژی روز هست، استفاده که افراد میکنن ازش محافظت میکنه از این امواج مضر در این سیستم. حالا از طرف دیگه یک کمپانی است که در حوزه دیجیتال مارکتینگ و آنلاین بیزینس و سیستمی و پلتفرم رو بر روی این کمپانی مادر ژاپنی پیاده کردن که به صورت وین وین هست. الان که سال 2026 هستیم، حدود 8 سال این سیستم آنلاین این کمپانی مادر و این کمپانی دیجیتال مارکتینگ فعال هستن به صورت هماهنگ و از سراسر دنیا به صورت آنلاین افراد به زبان مادری خودشون میتونن با هماهنگی و ساپورتینگ این دو کمپانی کار بکنن. حالا این سیستم چطور کار میکنه؟ ببینید، شما بعد ورودتون باید یک یا چند محصول رو بر اساس انتخاب و لول سرمایه‌گذاری خودتون انتخاب بکنید، در واقع بخرید. در قبالش کمپانی مادر حق کسب امتیاز و حق کسب درآمد برای شما صادر میکنه. بعدش چه اتفاقی میفته؟ اینجا شما وارد پلتفرم میشید و محصولات کمپانی مادر فروش رفته. اینجا لازمه که ما با یه مثال روشن بکنم. خیلی از افراد دنبال مسئله فرانچایز از استارباکس هستن. اینو باید شاید بیش از $500,000 باید هزینه بکنن، مکان تهیه بکنن، اینونتوری، انبار، همه چی تقاضا بدن به مرکزی استارباکس و یه سری پولی بهشون بدن تا بتونن یه شعبه از فرانچایز رو بگیرن، 4 صبح برن فعالیت فیزیکی بکنن و خیلی 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 دردسرهای دیگه. در این بیزنس آنلاین ما هم دقیقاً همین اتفاق میفته، اما متفاوت، خیلی راحت. با اندک سرمایه‌گذاری افراد یه آیدی میگیرن، یه فرانچایز بین‌المللی آنلاین میگیرن، با ساپورتینگ اون دو کمپانی که قبلا اشاره کردم میتونن فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ بکنن و به درآمدهای خیلی قابل توجهی برسن. ملاحظه میکنید که هر دو مسیر که توضیح دادم امتیاز فرانچایز میگیرن، ولی در مدل استارباکس شما باید یک سرمایه‌گذاری خیلی کلان بکنید. اینجا با یه اندک سرمایه‌گذاری شما یه فرانچایز میگیرید، نه با محصول سر کار دارید، نه دردسرهای انبارداری دارید. در این مدل بیزنس آنلاین ما فقط با یک گوشی لپتاپ از هر کجای دنیا، البته ببخشید فقط از ایران و افغانستان فعلا محدودیت هست، میتونید فعالیت بکنید هر زمانی که از وقت مازاد خودتون
و به یه درآمدزایی خیلی خوبی برسید. حالا چطوری شروع کنید؟ ببینید تا اینجا شما یک یا چند محصولی که به اختیار خودتون از کمپانی مادر خریداری کردید برای مصرف خودتون و خانواده‌تون با اختیار و به یک پکیج درآمدزایی و فراگیری مهارت دیجیتال مارکتینگ تحویل میگیرید. آیدی و فرانچایز هم به آدرستون ارسال میشه و چگونگی فعالیت رو از زمان ستاد بیزینستون به این شکل است که ما به شما یاد میدیم شما با سلیقه خودتون پیام خودتون رو از 7 پلتفرمی که در اختیار دارید و پلتفرمی که خود کمپانی مادر در اختیارتون گذاشته پیام خودتون رو به سراسر دنیا میفرستید. حالا این پیام میتونه گفتاری باشه، نوشتاری باشه، تصویری باشه، استفاده از AI باشه که همه اینها رو ما به شما آموزش میدیم، یاد میدیم به شما. و افرادی که آگهی شما رو میگیرن خودشون با شما در تماس هستن و لازم نیست شما کسی رو قانع بکنید برای این بیزینس و یا فیس تو فیس باش حرف بزنید. و این میشه منشأ و مبدأ فعالیت کار شما که به صورت آنلاین هست.